سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره که نرم افزار پی وی الیت رو با هم دیگه مراحل نصبش رو یاد بگیریم. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونم یه کمکی بهتون کرده باشم تو نصب این نرم افزار. ببینید بچه ها، نکته مهمی که باید قبل از نصب حواستون بهش باشه اینه که آنتی ویروس و اینترنتتون قطع باشه. یعنی اینکه اگر این دوتا وصل باشن دردی سر درست میکنن براتون، دچار مشکل میکنن کارتون. بنابراین همین اول کار برید داخل دسکتاپتون، این گزینه سپری که هست مال آنتی ویروستونه. ویندوز من ویندوز 11 حالا اینجا اومدم گذاشتم براتون تو این کادر قرمز. رو این بزنید و بعدش برید توی محافظت در برابر خطر و ویروس. تمام آیتمایی که روشنه رو خاموش کنید. حالا من اینو از قبل خاموش کردم. اینجا برای من این آیتم روشن کردن رو آورده، چون که از قبل خاموشش کردم. در ادامه همونجور که گفتم باید خاموش بکنید تمام این آیتم رو. حالا من یه قسمتش رو برای نمونه آوردم که از قبل خاموش کردم. تمام این دکمه ها رو باید غیر فعال بکنید تا به اصطلاح نرم افزار به خوبی و به راحتی بشه کرک و نصبش رو انجام داد. اگر این کار رو نکنید، یعنی آنتی ویروستون روشن باشه و بخواید عمل کرک و نصب لایسنس رو انجام بدین، یه مشکلی که ایجاد میکنه اینه که میاد اون فایل تولید کننده رمز رو قرنطینه میکنه. حالا اینجا اگر دقت بکنید مسیرش رو برای من نوشته license generator SPLM 2012 license generator.exe، اومده این رو برای من فیلتر کرده و عملا دستم من به جای بند نیست، مگر اینکه دوباره برم فایل رو اکسترکتش بکنم. یه داستان ایجاد میکنه. برای شروع نصب وارد فایلی که از صاف 98 دانلود کردید و اکسترکتش کردید میشید. یه قسمت ستاپ داره، اگر دقت بکنید. من پوینترم رو فعال میکنم که راحت‌تر دیده بشه. ببینید این ستاپ رو کلیک راست میکنید و به صورت ادمینستریتور وارد نرم افزار میشید، همونجور که اینجا الان مشاهده میکنید. روی ران از ادمینستریتور کلیک میکنید و وارد همچین محیطی میشید. 4 تا آیتم داره. ما با اولیه کاری نداریم، با این دوتا هم کاری نداریم. اصل کار این قسمت دومی است: اسمارت پلن، لایسنس منیجر، اینستالیشن. روی این کلیک میکنیم. بعد که روی این کلیک کردیم یک کشور از ما میخواد که بیاد این متن فایل پی دی افی که این پشت هست رو برامون تولید بکنه. من آمریکا زدم، یونایتد استیت زدم، اما اولش دیفالتش هم همینه. دیسپلی رو میزنین و این به اصطلاح پی دی اف رو براتون نشون میده. بعد که نشون داد این گزینه یس براتون فعال میشه. یس رو کلیک میکنید روش و یه همچین پاپ آپی براتون نمایش داده میشه. نوع ستاپ رو ازتون میخواد. لایسنس کلاینت که اصلا کار ما نیست، چون نرم افزار سیدیش رو نداریم. اون کدی هم که داخل CDR هم نداریم، بنابراین از لایسنس ماشین استفاده میکنیم. روی لایسنس ماشین کلیک میکنیم، نکست رو میزنیم. اینجا مسیر رو به ما نشون میده که توی درایو C فولدر وین32 اپ INGR و SPLM هست. اگر درایو C تون پره میتونید با کمک چنج درایو رو عوض کنید. روی نکست دوباره کلیک میکنین. یه دونه پیام بهتون میده که میگه آماده است این برنامه برای نصب شدن و نصبش رو میزنید. یه مقدار که ثبت میکنید نرم افزار نصب میشه. برمیگردید توی دیس پی سی، توی درایو C وین32 اپ INGR SPLM و پوشه بین. یه دونه نرم افزار اینجاست تحت عنوان جن ماشین GUI. این روش کلیک راست میکنید و ادمینستریتور واردش میشید، همینجور که اینجا آوردم. وقتی که وارد میشید یه دونه به اصطلاح اخطاری رو براتون میاره که میگه یک فایلی از قبل وجود داره، یک لایسنس کی، یک ماشین آیدی وجود داره. میخواید یه دونه جدید دوباره درست بکنم که اینجا تاییدش میکنیم. اینجا هر اسمی که دلتون میخواد میتونید بذارید، فقط مهم اینه که این پسوند تکست رو، این دات تکست رو اینجا رعایت کنید. دوباره اوکی رو میزنید و بهتون این پیام موفقیت آمیز بودن تولیدش رو میده. متاسفانه توی ویندوزهای 10 و 11 به دلیل اینکه کارت گرافیک و هاردویری که روی ویندوزهای 10 و 11 هست مطابق با لایسنس منیجر 2012 نیست، عمل ساخت ماشین آیدی رو نمیتونه انجام بده. بنابراین ما باید این کار رو به صورت دستی انجام بدیم. قبل از این
به اصطلاح لایسنس منیجرمون رو پاک میکنیم، وارد محیط اپس میشیم، توی قسمت اینستال اپ اسکرول میکنیم و این قسمت اینترگراف اسمارت پلانت لایسنس منیجر رو انتخاب میکنیم. گزینه 3 نقطه آیتم 3 نقطه روش کلیک میکنیم و روی آن اینستال مجددا کلیک میکنیم و نرم افزار رو پاک میکنیم. بعد از اینکه نرم افزار رو پاک کردیم، به اصطلاح ویندوز آر رو مجدد میگیریم، فشار میدیم تا به اصطلاح این قسمت پاپ آپ برای ما نمایش داده بشه. وقتی که این قسمت پاپ آپ برای ما فعال شد، عبارت HDWWIZ رو تایپ میکنیم و اوکی رو میزنیم. بعد از اینکه اوکی رو زدیم، یک به اصطلاح پاپ آپی برای ما مجدد باز میشه که هاردویر ویزاردمون هست. روی نکست کلیک میکنیم. روی حالت عادی به صورت ریکامندد و اتوماتیکلی هست، چون که نتونسته این رو ایجاد بکنه، بنابراین ما به صورت دستی باید این کار رو انجام بدیم. روی آیتم دوم که نشون دادم براتون با کادر قرمز کلیک میکنیم، نکست رو میزنیم و اینجا دوباره یک منو باری براتون باز میشه. توی این قسمت نتورک اداپتور اسکرول میکنید و روش سلکت میکنید، یک تک کلیک میزنید، دوباره نکست رو میزنیم، یک به اصطلاح پنجره جدید براتون باز میشه. اسکرول میکنید به سمت پایین، مایکروسافت رو پیدا میکنیم و توی مدل ها مایکروسافت KM تست لوپ بک آداپتور رو سلکت میکنید. به محض اینکه این کار رو انجام دادید، نکست رو کلیک کنید. بعد از اینکه کلیک رو انجام دادید و نکست رو زدید، بهتون میگه که مایکروسافت KM تست لوپ بک آداپتورتون آماده نصبه. برای تاییدش نکست رو بزنید. ما هم همین کارو میکنیم، نکست رو میزنیم و این پیام رو به ما میده که این هاردویر ما در ادامه به صورت کامل نصب شده و برای بستن این باید فینیش رو بزنیم. این رو توصیه نمی کنم، ولی توی بعضی از سیستم ها این کار لازمه. بنابراین برای اینکه آموزش ما کامل بشه، این رو هم خدمتتون میگم. داخل کنترل پنل توی قسمت آل کنترل پنل آیتمز عبارت یا به اصطلاح آیکون نتورک اند شیرینگ سنتر رو سلکت میکنیم. بعد از اینکه سلکت کردیم، چنج آداپتور ستینگ رو روش کلیک میکنیم. بعد از اینکه کلیک رو انجام دادیم، اون سخت افزاری که اومدیم اضافه کردیم و کانکشنش رو انجام دادیم که همون مایکروسافت KM تست لوپ بک هست رو به صورت پراپرتیز کلیک راست میکنیم و روی پراپرتیزش کلیک میکنیم. یک پنجره این قسمت برای ما باز میشه. اسکرول میکنیم به سمت پایین تا آیتم اینترنت پروتکل ورژن 4 TCP IPv4 رو پیدا بکنیم. این رو سلکت میکنیم، تیکش رو میزنیم و روی پراپرتیز دوباره کلیک میکنیم و یه همچین پنجره‌ای توی سمت چپ که الان اینجا دارم نمایش میدم براتون نمایان میشه. توی این قسمت روی حالت دیفالتش این هست، گزینه اول هست که میگه obtain an IP address automatically، که خب این رو نتونسته به اصطلاح انجام بده، بنابراین ما خودمون منوالی باید انجامش بدیم، دستی. توی این قسمت دو تا کادر اول، هر آی پی که دلتون میخواد به صورت رندوم میتونید وارد بکنید، فقط از 255 بیشتر نمیشه. البته ارورش رو هم بهتون میده و خودش اتوماتیک 255 رو میزنه. اوکی رو میزنیم. قاعدتا باید این مشکل ارور دادن توی اون کدی که بهتون میده توی اون ماشین آیدی باید حل شده باشه. حالا ما فرض میکنیم این اتفاق افتاده. مجدد نصب میکنیم لایسنس منیجرمون رو، تمام مراحل قبلی رو انجام میدیم و میرسیم به این قسمت. SPLM key.txt رو که توی نوتپد من هست بازش میکنم توی همون فایل بین، توی فولدر بین، و باید همچین شمایلی رو من ببینم، یعنی همچین کدی رو من باید ببینم. تمام کد رو به دقت کپی بکنید. حتی یک حرف هم جا بیفته، عمل کرک و تولید لایسنس به مشکل خواهد. دقت بکنین. مجدد برمیگردید بعد از اینکه این کار رو انجام دادین توی فولدر صاف 98 تون. وقتی که برگشتیم، توی اون قسمت اولش یه لایسنس جنریتور هست. روی این باید کلیک کنید. وقتی که کلیک کردید، باید همچین به اصطلاح نرم افزاری رو ببینید. اگر آنتی ویروستون فعال شده باشه، میاد این نرم افزار رو فیلتر میکنه و عملا هیچ چیزی داخل این فولدر نخواهید دید. نرم افزار پی وی الیت به اصطلاح SPLM 2012 لایسنسش رو، لایسنس جنریتورش رو کلیک راست میکنیم و به صورت ادمنستریتور واردش میشیم. بعد از اینکه وارد شدیم، اون کدی که کپی کرده بودیم رو توی این نوار سفید رنگ پیست میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، توی این قسمت توی این کادر سرویس لایف یک عددی بین 0 تا 735 باید وارد بکنیم. بعد از اینکه کد رو پیست کردیم، عدد 735 رو در این کد به اصطلاح در این کادر سفید رنگ پیست میکنیم.
بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم 8 تا آیتم هست که باید اینها رو سلکت بکنیم و بهشون مقدار بدیم. در این مقدارها دونه بدونه عدد 100 رو باید وارد بکنیم و بعد از هر مقداردهی باید کلید اینتر رو فشار بدید تا مقدارها سیو بشن. بعد از اینکه این 8 مقدار رو مقداردهی کردین، این 8 آیتم رو مقداردهی کردین، دونه دونه به کمک کنترل و کلیک موستون کلیک میکنید و این 8 آیتم رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه این 8 آیتم رو انتخاب کردین، دکمه به اصطلاح جنریت کی رو روش کلیک میکنید و یک همچین به اصطلاح کدی رو بهتون میده. تمام و کمال باید این کد رو کپی بکنید، حتی یک حرفش هم نباید جا بمونه، چون در ادامه ممکنه ارور بده در تولید لایسنس و نصبش. مجدد برمیگردیم به گوشه بینمون در بین 32 اپ INGR SPLM و به جای اینکه جن ماشین جی رو که در قبل استفاده کردیم، در قسمت‌های قبلی استفاده کردیم، میایم روی این گزینه کلیک میکنیم. حالا میتونید دبل کلیک بکنید، میتونید کلیک راست و به صورت ادمنستریتور واردش بشین. وارد لایسنس میشیم و یک همچین منوباری برای ما باز میشه. گزینه اول رو سلکت میکنیم و در ادامه اینستال لایسنس کی رو مجدد تک کلیک و سلکت میکنیم. بعد از اینکه سلکت کردیم اون کد لایسنسی که به صورت طولانی بود رو اینجا پیستش میکنیم و اوکی رو میزنیم. اینجا به ما میگه که نصب لایسنسمون به صورت موفقیت آمیز بوده، اوکی رو میزنیم و این پنجره گزارش رو هم ریپورت رو هم میبندیم. مجدد به دسکتاپ برمیگردیم و ویندوز آر رو میگیریم تا این پنجره یا پاپ آپ رانمون فعال بشه. بعد از اینکه پاپ آپ فعال شد عبارت CMD رو تایپ میکنید و اینتر رو میزنید. بعد از اینکه اینتر رو زدید یه همچین پنجره‌ای براتون باز میشه. عبارت هاست نیم رو تایپ میکنید و بعد اینتر رو میزنید. قاعدتا باید همچین کدی رو اینجا ببینید. این کد رو با کنترل C کپی کنید. بعد از اینکه کپی رو انجام دادید مجدد برمیگردید به لایسنس منیجر. توی قسمت آپشن عبارت دوم رو انتخاب میکنیم، یعنی کانفیگر اند تست. سلکت میکنیم. بعد از اینکه سلکت کردیم عبارت اول رو یعنی select license machine for client رو سلکت میکنیم. مجدد دکمه سلکت رو میزنیم و اون هاست به اصطلاح آیدی رو اینجا پیست میکنیم. بعد از اینکه پیست رو انجام دادیم به مراحل آخر رسیدیم و میایم نرم افزار پیویلیت رو باز میکنیم. بعد از اینکه نرم افزار رو باز کردیم یک صفحه خوش آمدگویی هست. نکست رو میزنیم. مجدد ترم ها رو قبول میکنیم. اگریمنت رو به اصطلاح لایسنس اگریمنت رو میزنیم و نکست رو مجدد کلیک میکنیم. وقتی کلیک رو انجام دادیم و رسیدیم به کاستومر اینفورمیشن، اهمیتی نداره چی وارد میکنید، اصلا مهم نیست چی میخواید وارد بکنید. اینجا هر عبارتی که دوست داشتید میتونید بذارید. مجدد نکست رو میزنیم. بعد که نکست رو زدیم به اصطلاح مسیر نصب فایل PBLit رو بهتون نمایش میده. اگر درایو سیتون پر باشه میتونید از درایو های دیگه استفاده بکنید به کمک کلیک کردن روی آیتم چنج، روی درایو EF، هر چیزی که دلتون میخواد. پیشنهاد من درایو C هست چون که به اصطلاح ممکنه ایراد پیدا بکنه توی درایو های دیگه، ولی خب سابقه داشته توی درایو های D یا F هم این نرم افزار کار بکنه. بنابراین در ادامه دکمه نکست رو کلیک میکنیم و یه همچین به اصطلاح پاپ آپی رو برای ما باز میکنه. دقت بکنید اگر این قسمت سوم رو ندیدید به این معناست که لایسنس منیجر رو درست نصب نکردید، یعنی فایل لایسنس پیویلیت رو درست نصب نکردید. تا اینجای کار خب نشون میده که ما عملیات رو درست انجام دادیم. آیتم سوم رو انتخاب میکنیم و دکمه نکست رو میزنیم. بعد از اینکه نکست رو زدیم اینیشیالایز میکنه به اصطلاح اون قسمت پیویلیت رو برای ما و عمل فینیش رو میزنیم. دقت بکنید به محض اینکه عمل نصب انجام شد یک اروری رو ارور که نه یک هشداری رو به ما میده که برای اینکه تمامی این تغییرات این کانفیگوریشن ها انجام بشه روی سیستمتون نیازی که سیستم رو ریستارت بکنید. آیا موافقت میکنید یا نه؟ بنابراین طبعا خب ما چون که نیاز داریم الان از این نرم افزار استفاده بکنیم نیازه که عمل ریستارت رو انجام بدیم. پس روی یس کلیک میکنیم. بعد که عمل ریستارت رو انجام بدیم و سیستم بالا اومد باید این دو تا آیکون PVLit و CC رو اینجا ببینید. نرم افزار رو باز میکنین و حالا توی نسخه‌های جدید این قسمت ها نیست، ولی اگر وجود داشت این رو روی نور بزنید که هیچ آپدیتی رو براتون انجام نده، چون اگر به اینترنت بین الملل وصل بشه و
عمل آپدیت رو بخواد انجام بده تمام فایل های کرک میپره. اینجا هم خب نیاز میاد و درخواست اسیستنت میکنه که ما نیازی بهش نداریم. اوکی رو میزنیم و در نهایت محیط PV به این صورت برای شما باز خواهد شد. دقت بکنید که اگر درست این نرم افزار رو نصب کرده باشید باید این آیتم های بالا براتون فعال شده باشه، ولی اگر لایسنس رو نداشته باشید و نرم افزار رو به صورت خالی نصب کرده باشید تمام اینها براتون قفله. و یه راه دومش هم اینه که در این قسمت پایین که دارم با پوینترم نشون میدم، با لیزر پوینترم، این اسم لایسنس SPLM باید اینجا نشون داده بشه. اگر درست نصب نکرده باشین عبارتی با یک حالا به اصطلاح رنگ قرمز رنگ نمایش داده میشه تحت عنوان نو لایسنس. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم کمکی کرده باشم برای نصب این نرم افزار. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.